السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشئ په خیر راغلی. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د سپین خبرې یا رکوراس پروگرام اوریدو ته په خیر راغلی. من هم فوزی احسان هستم. سلام تقدیم میکنم. آرزو دارم صحتمند باشین. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویلي دی چې د طالبانو حکومت د کورنیو مطبوعاتو په ژوندیو سیاسي خبرونو بندیز لګولې ده. د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د موافقې نه پرته په سیاسي مسلو باندې په ژوندۍ بڼه بحث منع ده. دوه تنه کارپوهان دي په دې مسلې باندې خپل نظریات او تحلیلونه وړاندې کوي. یو ملما موده د سیاسي چارو کارپو په خانه دیپلمات عزیز مارچ په خیر راغلی. تاسو نیکم کاران ته همکار محترم ملما ته ولیدل سلام علیکم. مننه چې خبرونه تراغله. و همچنان عبدالهادی فرهنگ تحلیلگر سیاسی با ماده برنامه هستند. فرهنگ صاحب سلام به شما، خوش آمدین. تشکر از وقت تان هر دو مهمانان گرامی. فرهنگ صاحب غاوري محترمات و غاورم تاسو او تاسو درون ملت جناب معارف صاحب ته او تاسو ته او تاسو محترم همکاران ته او بینندگان ته به ټول دنیا کې سلام و احترامات ادا کوم. ممنون. طوری که گفتیم در مقدمه دو مهمان گرامی داریم، محترم عزیز معارج دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی و همچنان عبدالهادی فرهنگ تحلیلگر سیاسی. البته صحبت را با آقای معارج آغاز میکنیم. معارج صاحب، البته در گزارش هم شنیدین حالا طالبان از وقتی که به قدرت رسیدن با وضع محدودیت ها به صورت آهسته آهسته شروع کردن. البته در آغاز بعضی از رسانه ها را منع کردن و سپس آهسته آهسته زنان را یا منع کردن یا اقلیتی که هم حضور داشت با ماسک و با پوشش بسیار شدید حضور داشتن در رسانه ها و بعدا حتی صدای زن محرم اعلان کردن. شما چه فکر میکنین؟ طالبان چی میخواهند با ایجاد این محدودیت های مکرر و قدم به قدم، گام به گام؟ ماری صاحب محترم مخکې دی چې تاسو جواب شروع کړئ. ماری صاحب محترم یو د قصبر وکړي. پروډوسر صاحب مونږ د یو بل کس غږ هم اورو، تاسو الته وګورئ چې څه چل دی. اخلالوي ټول هر ملمه چې دی د هر چا په کور کې چې دی یو بل غږ مونږ ته راځي. ښه ماری صاحب مهرباني. ماری صاحب با معذرت بفرمایید. تشکر. با سلام مجدد. باید بگم که در این رابطه دو موضوع بسیار عمده است در خصوص طالب و حکومت شاه امارت اسلامی. یکی موضوع سیاسی است و یکی هم پالیسی خود طالبان است، خصوصا در رسانه رسانه. اگر واقعا گفته شود رسانه یا رسانه در مجموع تلویزیون باشه، مطبوعات باشه، رادیو باشه، خبریال باشه، همه چیزی که باشه، این خودش یک در جامعه بشری، در سیستم دولتی، در نظام سیاسی یک دکتر یا یک معالج بسیار قوی است. این همه در دومی که انتقاد بالای شخص، بالای نهاد سیاسی، بالای دولت مفیدیتش در است که اصلاحات ده. هر دولت، هر نهاد و هر گروه تا شخص اگر انتقاد ده نشنه و نپذیره هیچ وقت باعث اصلاحات و تغییرات نمیشه. دو مثلا هوشیارترین کادرهای دولتی، مقامات دولتی، هوشیارترین اشخاص و هوشیارترین مبارزین در جهان اوست که عیب خود پیدا کنه، در جستجو عیب باشه و کسانی که عیبش برش برملا میکنه و میگه این نقصه نقص در وجود تو، در عمل تو، در صحبت تو، در کار تو، در فعالیت‌های خودت یا در سیستم اداری خود یا در کرکتر توی عیب وجود داره. این بهترین دوستش است و رو باید تقدیر کنه که متوجه شد و در اصلاح از او باید اقدام کنه. در غیر از او هر انسان باشه، دولت، هر کسی که باشه طرف بیراه میره، ناقص حرکت کرده و منجر به بدبختی و ناقص یک واقع. اول سر مسئله اساسی که شما پرسیدید دو موضوع را گفت. یکی موضوع سیاسی است. سیاسی به این معنی که یک واقع است تا اگر کسی باور نمیکرد. ما میگفتیم حال در طول 3 سالی واضح شد طالبان یک پروژه است. به یک پروژه آمده. اگر ما ایره به شکل دیگه میگیم چرا در 3 سال که ادام میکنه حکومت مطلقاً
ما آزاد هستم، مستقل هستم، حاکمیت دارم و مکمل صلح و امنیت قائل. کابینه برای چی موقت؟ موقت یعنی غیر مسئول، موقت یعنی انتظار حکومت دائمی است. موقت یعنی چرا؟ برای چی؟ یا حداقل جایی که جان بر رسمیت پیشان مثل حقوق خانم‌ها و دختران تعلیمی ما را اساسی قانون این را درجه و همین سوال باعث عزیز که یا بر حکومتداری نامد یا پروژه دارن آمدن بنا بر او پروژه هست یک سلسله ضمایم پنهان دارد. برای گفته شده که تعلیم دختران را اجازه ندهد. بس یک صحبت از هر چی که بگویید که شریعت زیر پاش، قانون زیر پاش نواد، سیستم و بدنام شو افغانستان، افغانها جاهل معرفی شود، به تعلیم معرفی شود، برای از یا باک نواد. با همین شما مگیر فریمت کو سرک ساخته شوی سر ساخته شد. اگر تو واقعا سرک مثل فابریکا و پارک صنعتی بساز برو بندای برق، بندایی که ساختی از اون نهر بساز، جرم بزن آب بده، برو سر دریای کنار یک پل جوک سنتی جوړ شي. بر صورت یعنی ما سر مسئلهش نمیریم که خواهد امیال که میکنیم واقعا اگری واقع نیستن پس این فشارها را خودشان به دست میارن، پروژه از این بیشتر میشه با فهم نیزی بیشتر مویارا ماشین خواهد کرد، ریش اجباری خواهد شد، پس و شلاق زده آهسته که زمینه به پروژه مسائل شوند که اگر ترامپ انتخابات برد یا کدام تغییر دیگه و اوکراین جنگش ختم شد، مسئله تایوان حل شد، مسئله فلسطین اسرائیل، جهان متوجه شد بیکار شد باشه که فساد پیدا در افغانستان به زمینه شرایط یعنی ذهنی مساعد باشه، بستروار باشه. اما ملت مثل که در دوره اول مارش با معذرت از سوال شما همیجا با من یک سوال پیدا شد، البته ببخشید. خواه بفرمایید. همه دوم بگم دوم پالیسی از سیاست خلاصه ای را میگم. پالیسی کسی که قطار باشه، کسی که خلاف نباشه، کسی که خوف نداشته باشه. یک مثال از این میگه اگر دوست نیست از پادشاه است، در اون صورت هم رسانه و هم گیر آدم آزاد بمان. ولو اگر دشمن باشه تبلیغ ها میکنه امروز سبا تقریبا چندی صد سال میشه از این بیشتر پالیسی در جانب با مخالفون نفت پول میته و وادار به مثال که علیش پروپاگندی منفی کنه. این یک لابی بسیار خوبی میشه در جان امیر هم سیاستمداران تر میکنه. این سال جمهوریت هم پول میدادن با مخالف پول که برو برای من تخریب کو تبلیغ کو که یک شورت پر یک مطرح میشد و جهان طرف توجه میکرد که چی است. با او خاطر طالبان چون رای غلط گرفتن، رای سالم نگرفتن، کسایی که در رساله و در جامعه از شرعی، از قانونی، از حقوقی، از اصول جهانی و از اخلاقی و بشری یا ملامت میسازند. بنان یا تاب زیر ندارند یا مرجوع است مردم عام و از درها و قریها جای بود فریب بتن برای مختلف را صلاح بتن. آدم نوشه صلاح علیه افغان خود برادر خود نمیگه. هیچ وقت 50 سال جنگ افغانستان نبود، جنگ بیرونی بود. این قسمی فهمیدم نیده نمیگرفتن. بنام وارا فریب بتن و رسانه مردم که میه وارا هوشیار میسن. مارس محترم مارس محترم مننه بیر طبیعت است ترازو خبرونه یو ساعت دل خیر سره با مارس با هم وقت بدیم صحبتاشو بشنویم. مارس البته شما صحبت های فرهنگ صاحب شنیدین که در رابطه با دسترسی از طریق رسانه ها خصوصا رسانه اجتماعی که امروز به دسترس همه قرار داره و خبرنگارا از خارجی را میتونن نشر کنن و کنترل هایی که در داخل افغانستان، شما چی فکر میکنین این تصامیم مردم افغانستان چقدر صدمه میزنه و مردم چگونه میتونن اخبار بی‌طرف، اخبار مستقل به دست بیارن، معلومات مستقل به دست بیارن؟ چون طالبان گفتن که خب اینا میخوان کسایی را ناشناخته را اجازه ندن در رسانه ها و کسایی را معرفی کنن که اینا میشناسن و از طرف خودشان معرفی شوند. ببینین امی خود رسانه به خاطر آگاهی عامه یا مثلا رسانی عمومی یا باید مردم از بعض مسائل دولتی و یا مانند اعلان یا مثلا از حقوق از وجایب خود مکلفیت‌های خود خبر شود و می رسانه از باید برش اعلان شود. در غیر از خود امکان داره یا بحران‌های می آفات تیوی می دوسر خود رسانه ضرور است و حتمی باید باشه. یا مثلا از لحاظ منفی دوست چطور آدم بشناسه، فاسد و غاصب و رهزن چطور بشناسه، یا مجرم چی رقم آدم بشناسه. از جلوگیری از جرم یک از اهداف جرم یا اصلاح و تربیت مجدد جامعه.
این رسانه ارتباط بهتر است. اگر ساده بگویم وقتی که دولت میگه یا نظام حاکم میگه که اعمال خوب مریاد کو بد مریاد نکو بد نکو اعمال بد اجرا بیان سراس بگم در قاعده ژورنالیسم و رسانه و خبریه اینجا قوانین و اصول هم موجود این هم باید فراموش نکنیم. یک سلام محدودیت‌های اصولی هم هست این باید مراعات شود. بله. به خاطر که یعنی واقعا بگم یک خبر غلطه که منافع عامه یا امنیت عامه از بین ببره نظم عامه از بین ببره و جای فایده صدمه بسیار کلام برسه دو کشور رابطش خراب کنه رابط جهان خراب کنه یا مثلا یک بحران را بیاره که چندین نفر به ناحق قطع قطع صورت بگیره این خطرات هم است که باید جوان یا بعض وقت ضرور نیست مطابق پالیسی دولتی که یک تعداد اصرار افشا شود که خدا نخواسته او با عامه ضرر برسه پروژه می باشه این درست است این اصولی و اخلاقی است و همچنان خبر غلط او باز در این مقرره هست که مثلا ژورنالیست یا رسانه باید بررسی شود از حقوقی و محکمه پر کشنده شود حتی اگر شاهد و ثبوت و مدارک باشه که عمدی کار کرده و آنقدر ضرر به بشر رسیده یا به دولت رسیده یا به جامعه یا شهر خراب شده یا بحران آمده در اون صورت یا مجازات هم میشه اینطور نیست که حتما به 100% هر چی گفته شود یا با بعض مسائل سیاسی هست در وقت کمپاین و اینوان با شما ببینید تمام جهان در جهانی که اینجا اصول وجود داره همین کمپاین کم صورت میگیره رسانه و نفع کمپاینر دیگه مثلا یک چیز کاذب نشر نمیره یک ثبوت یک دلیل برش میباشه مثلا توجیه داره برش داره یعنی تو نه که یک نفر متهم به ناقمر هم در افغانستان دیده شد مثلا در انتخابات ریاست جمهوری مینوان یک تعداد اسناد یا آواز ثبت جعلی را می آوردن با کسان رسانه دیگه نه این جعلی است اصلیش هم می آوردن یا حالت فعلی هم یک تعداد هستن مثلا نه رسانه رسمی در غیر رسمی در فیسبوک یا مثلا در باز توییتر و باز گروپ ها یک عکس جعلی را میارن میگن که این طالبی کاره کس دیگه می فارو اون فوتوشاپ میاره میگه این عکس عراق است این عکس فلانی است این خود به ذات خود یا اشخاصی مردم لابیگر خوبی برای طالب اگر سبا کدام کار خطا و اشتباه میشه طالب دنی خود میکنه خود میکنه خاموش فوتوشاپ است این کارا هم باید صورت نگیره اما در مجموع باید گفته شود در خلاصه از این باید گفته شود که هر قدری که رسانه و تلویزیون و مطبوعات و رادیو زیادتر باشن این به نفع بشر است به نفع جامعه است و به نفع مارک صاحب شما نکات بسیار مهم یاد کردین مثلا گفتین تخلفات یا چیزایی نشر میشه که مثلا نباید شود خب البته کمیته تخلفات هم وجود داره که با تخلفات رسیدگی میکنن چرا طالبان نمیخواین که مثلا تخلفات از این طریق حل کنن و البته حتی توییتر و دیگر رسانه‌های اجتماعی هم اموچی خود داره اما به حساب محدودیت‌های خود داره اگر اجازه داده شود رسانه‌های رسمی بیشتر کار کنن فکر نمیکنین چون در چوکات قانون کار میکنن فکر نمیکنین که بیشتر شود اما کنترل حداقل پایبندی به قوانین به اخلاق ژورنالیسم بیشتر شود البته مارش صاحب سوال جوابش بعد از یک وقفه بدین هایل کاوشگری و ژرفنگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان بحرانات موجود در افغانستان چگونگی رویدادها تقابل دیدگاه‌ها بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان تحلیلگران و مسئولان هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا. بازم خوش آمدین مارش صاحب البته سوال متوجه شماست سوال شاید گرفته باشین و منظورم این بود که اگر بر رسانه‌های رسمی بیشتر اجازه داده شود و چون اینا در چوکات قوانین کار میکنن شاید جلو تخلفات بیشتر گرفته شود نظرتون چیست؟ ببینید ما عمومی اصولنامه را یادآوری کردم
یک مثال بسیار کوچک در مورد اگر یک خدا نفسه یک رسانه نه به اشتباه مرا به شکل عمدی در امور شخصی یک نفر اگر شاگری کنند حیات این نفر یا فامیل یا شیرازی فامیل از بین میره نکنه. مثلا همینطور شده در جهان نام نمیگیره با مطبوع شاهزاده ها را به تفریح یا به سیاحت رفته بودن عکس از یا گرفته شده بود یا مثلا فامیلی مثلا بود در نظر بسیار تاثیر می‌کرد تا اون نفر بسیار محکمه بسیار بزرگش منظور عمومی بود. اما راجع به طالب اگر با سوال بشه امارات هیچ اصول وجود نداره، قانون وجود نداره. اگر بگه که قانون شرعی است در شریعت در او وقت ساره نبود، در او وقت عکس نبود، تلویزیون نبود، خبر حتی مخابره و تلگرام میان نبود. 1400 سال پیش یک مخبرگری بود و یک وقت روان میشد یک جای یا یک جارچام گرچه فسادات چی شدن دوران نبودن جار چیزا که جار میزد کسی را خبر میکرد فرستانی صرف یک کسی روان میکرد میره کجا با میگه که امروز مثلا فلانی بیانات داره یا میتینگ داره دیگه پا داره دیگه این خود نبود که مثلا اصول داشته باشه مستر از او تطبیق شود. متاسفانه خود این با قوانین موضوعی، قانون اساسی، قانون رسانه و اصول نامه‌ای که موجود بوده و هست او باید باشه که جلوی زیرگاه‌ها گرفته شد و واقعا میخواد که جلوی نظم و دیسیپلین جامعه یا شود اصول دولتی شود و منافع مصلحت عامه نظر گرفته شود خب بیان یک اصول نامه را بسازه و اگر با زور باشه و این باشه خب باز امکان نداره. در دوره رسانه و چیزا خود شکل ساده میشد با زور از بین برده میشد. این خواهی مسائل حقیقت است جامعه ما موجود است. تشکر تسینه. و البته معارض شما صحبت ها را شنیدین از آقای فرهنگ. سوال من است که البته در 20 سال جمهوریت رسانه ها پیشرفت چشمگیر داشتن، نمونه بودند در بین کشورهای منطقه. شما فکر میکنین این زد و بندها، این ممانعت ها، محدودیت ها چقدر میتونه خود رسانه ها را متاثر بسازه؟ تاثیرش بالای مردم، سرمایه گذاری و همچنان پیشرفت رسانه ها که حالا به کجا خواهد کشید؟ پیامدش بر رسانه ها چی خواهد بود این محدودیت ها؟ دیدین یک زبان انسان یکی رسانه را باشه هیچ کس جلوش گرفت نمیشه. اگه یک جای مسدود شود جای دیگه 100% درست. یعنی ما خود من تقریبا بیشتر وقت شده است تلویزیون افغان اینترنشنال بر ما محدودیت وضع کرده و میخوایم معمولا که چیزی که پالیسی خودش باشه باید صحبت شد که نشد باز دعوت نده با ما گفته شد که تو را دعوت نمیکنم محدودیت برسد وجود داره من شده برسد نفهم که علت چی بودم و حقیقت یعنی واقعا میشن یارم باید اون پالیسی خود بگه. اما اینم دیگر رسانه تمام برود تا 3-4 تلویزیون 2 تلویزیون تلویزیون حتما اصلا صحبت کنید. این است درست رسانه‌های فرهنگ خو یک اقتصاددان است ماجر است مسائل اقتصادی را سیام تاثیرات داره تمام اقتصاد تاثیر داره. تمام امروز دنیا در تکنولوژی نو در اینترنت و در رسانه و یا اما مثلا اگه سیاسی باشه اگه دیگه بخش باشه حتی تعلیم و امروز تبابت امروز به شکل رسانه ویا شده اما گانی میشه. بیان سر یک مسئله دیگه که مطبوعات چی که هر چیز از خود یک سال آزادی داره و محدودیت هم داره. هر دو طرف باید باشه. این دویش این که باز تناسب بین از این میگه که یک نظم و دیسیپلین ایجاد شد. بدون نظم و دیسیپلین و باز انارشی و گدودی و خرابی ها میره به جایی که فایده باز به تاوان میرسن. یک مسئله که در جامعه افغانستان مردم و البته هم شما متهم نمیکنید بسیار محدود کسان فرق دموکراسی و آزادی اجتماعی را با هم مخلوط میکنند. منظور که دموکراسی یک کلمه سیاسی است و مدارس به نظام سیاسی برمیخوره که آخرین تاریخ جامعه بهترش ارسطو 2600 سال پیش ارائه کرده بود که حکومت مردم توسط مردم برای مردم یعنی اداره توسط مردم بجوش برای مردم و خود مردم رو مدیریت. این از آزادی اجتماعی فرق میکنه. آزادی اجتماعی باز یک حدود داره. مثلا نظام حقوقی افغانستان قانون است، عرف و تعامل است و فقه است. لازم مذهبی
نمیتونه مثلا در جامعه قدر آزادی باشه خلاف قانون صورت بگیره، خلاف شریعت باشه و خلاف مذهب و فقه و یا خلاف عنعنات و رسم رواج و دولت ها مجبور است محدود بسازه و اجرای از اون بگیره بخاطر که ضرر به دیگران. اما فعلا خود افغانستان معارض صاحب چنین چیزایی وجود نداره، یعنی بینظمی و خلاف تخلفات، حتی رسانه های آزادی نیست که از ترس حتی نمیتونن این کار کنن و این مربوط میشه به رسانه های دولتی که همکنون زیر کنترل است. فعلا چنین چیزی در افغانستان وجود نداره و طالبان رسانه های بین المللی را هم نشراتشان در افغانستان قطع کردن، منع کردن. مثلا صدای امریکا را نشرات رسانه‌ای را مثلا شنیداریش و دیداریش را قطع کردن. صدای امریکا شما میفهمین که یک رسانه‌ای است که با تمام معیارهای رسانه‌ای تلاش کرده و میکنه با مراعات همه اخلاق ژورنالیسم، قیودات و قانون رسانی در چارچوب کار میکنه، اما این نشرات در افغانستان این هم منع شده. یعنی این راه حل است؟ شما فکر میکنین که مثلا نشرات صدای امریکا در افغانستان منع شود؟ ببین، ما قبلا نظام فعلی امارت اسلامی یا طالبان ما استثناء گفتیم. در اینجا خواهد چیز به زور است، تفنگ از وقتی که دلخواه است. ما براتون با صراحت میگیم تا جایی که ما اتفاقه، تا جایی که حالا قرائن و از بیرون و از درون است، تمام تلویزیون ها به استثناء تلویزیون ملی افغانستان یارا ما را میسازن. همونطور از آیسته به دل بگبانی همونطور پیش میره. منطقه دفتر نمیتونه که سر صدای جامعه جهانی بلند بشه، باز یک تعداد مساعدتایی که برای ازیان میرسه اونو مزدود بشه و مردم دفتر یک بحران نگید. به این خاطر آیسته این کار شدنی هست. این امروز باید داشت بگید تمام رسانه، تمام تلویزیون به این وان به این وان محدود میشه. بله ترا این کار حتی میخواستن در 2022 انجام بدن، جلوش امریکا و یا گرفتن که اونما ویا که کار دفتر بده. یادم دوره اول چیزی که میکردن پس با اون دوره میره برگشت میکن، اما یک استثناء وجود داشت که باید استثناء کار کنه چون ربط خورده به جامعه جهانی و شرایط فرق کرده. پس استثناء تو میره و بالاخره همون رقمی که سقوط کرد با اون شکل سقوط. تشکر مارش صاحب، تشکر از شما. قدرمن اوریدونکو، تاسې ټولو نه مننه د درنو مېلمنو نه، معارض صاحب نه او عبدالهادي فرهنګ صاحب نه مننه چې خپرونه کې برخه واخیسته. تا دیدار بعد و برنامه دیگر روک راست، خداحافظ.